امروز جامعه ما اینطوریه، از عیب میگه کور خود بینای مردم، صبح تا شب نقد و بررسی کردن دیگران، عیب تراشیدن، عیب جویی کردن و خودش هم چرا این کاری میکنه؟ چون خودشو بی عیب میبینه، چون خودشو خیلی خوب میبینه. آدمی که عیبا خودشو ببینه، بدیای خودشو ببینه، شرمش میاد، حیا میکنه که صبح تا شب به عیبای مردم مشغول بشه. این که صبح تا شب با عیبهای مردم هی داره نشخوار میکنه، عیبای مردمو، نشان اینه که از خودش مطمئنه که نفس خودش خیلی خوبه، نفس خودش خیلی ایدئال و قشنگه. بنابراین اولین قدم برای هر کمال اینه که انسان بپذیره من خطاهایی، عیبهایی دارم.